عجب روزی بود. سلام عزیزم، نهار چی داری؟ سلام، الان آماده میشه میارمش. نهار چی داریم؟ خیلی گرسنم، جون تو دست و پام نی. چته؟ چرا تو خودتی؟ داشتم لباساتو میشستم رسول. این چیه روش؟ چه میدونم چیه؟ یعنی میخوای بگی که نمیدونی رد رژ لبه نه؟ این همون لباسیه که دیشب پوشیدی با دوستات رفتی مهمونی. اصلا رژ لبه. به تو چه؟ یعنی چی به تو چه؟ من زن تو هم. اگه به من مربوط نیست پس به کی مربوطه؟ مثل اینکه خوشی زده زیر دلت. یه زندگی برات ساختم که آرزوی خیلی هست. جای اینکه پیگیر من باشی، بشین زندگیتو بکن. تو منظورت اینه که من خیانتاتو ببینم لب باز نکنم؟ این همون خوشبختی بود که قولشو داده بودی آره؟ دختر مردم با 1000 آرزو کشوندی تو زندگیت که بندازی یه گوشه و بری پی کثافت کاری تا میامم حرف بزنم منت این 4 دیواری تو میذاری سرم که دهنمو ببندم. دختر مردم؟ کدوم مردم؟ برو خدا رو شکر کن گرفتمت، از بی کسی نجاتت دادم. من دیگه 1 ثانیه هم تو این خونه نمیمونم. تو باشو این قفس طلاییت. بیچاره کجا میری؟ تو کسی رو نداری. درسته من پدر